بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، تصور بکنین که ماه مبارک رمضان آمدنی است و یک کسی بر شما یک خط از رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده. اگر یک دوست شما که او را شما بسیار زیاد دوست دارین و او بر شما یک خط روان کرده باشه، این خط زیر با بسیار دقت میخوانین و موضوعش میفهمین که درباره چی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما یک خط درباره ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضان، درباره از یک پیام بر ما و شما داره. این پیام برای کی هست؟ اول این پیام برای کسی هست که کوشش بکنه که سر عقیده خود درست فکر بکنه و درسای عقیده را خوب گوش بگیره که مطابق قرآن عظیم الشان که کلام الله هست و این الله حفظ کرده، عقیده مجور هست و یا نیست. آیا من حمد و ثنا و صفت که صفحه اول قرآن میخوانم الحمدلله میگم، آیا حمد و تمامی عباداتم خاص برای الله هست؟ این عقیده خود انسان باید جور بکنه. دومی که این خط برای کسی هست که رزقش حلال باشه، اما کسی که حرام میخوره الله عبادت از او قبول نمیکنه، الله دعای از او قبول نمیکنه. پس کوشش بکنیم کم بخوریم، حلال بخوریم. سوم، برای کسی این نامه هست که انشاءالله کوشش میکنه و سر زمین تصمیم داره که با تمام اعضای بدن خود روزه بگیره. چشمش روزدار باشه، گوشش روزدار باشه، زبانش روزدار باشه، تمام اعضای بدنش روزدار باشه. دیگر تقوای حقیقی داشته باشه. تقوای حقیقی چی هست؟ که هر کلمه که از زبانش خارج میشه و هر فعلی که انجام میده و با هر کسی که ارتباط داره، او را اول خوب سنجش میکنه که در چوکات قرآن و سنت برابر است یا نیست. و پنجمین نقطه ای که این نامه هست برای از کسایی که اونا به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنن. حالا طریقه ها زیاد است، روش ها زیاد است، لکن ما و شما در کلمه تعهد کردیم با الله که لا اله الا الله، نیست هیچ کسی که ذات از ما عبادت بکنیم، یعنی تعهد میکنیم که هیچ کس را عبادت نمیکنیم بغیر از الله، قانون و شریعت هیچ کس را تطبیق نمیکنیم بغیر از الله و اطاعت و عبادت الله را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. خب اگر امی صفات در وجود ما هست و کوشش بکنیم که این صفات خواهرای عزیز، برادرای محترم در وجود خود داشته باشیم، آل رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما پیام داره که این پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم باز میکنیم و میخوانیم. اول پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی برش آمده از جانب الله. کی آورده؟ جبریل امین علیه السلام آورده. چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما اول پیامش است که فکرتان باشه که در ماه مبارک رمضان تغییرات بزرگی در کائنات میه، در عالم هستی، در دنیا و آخرت تغییرات زیادی میه. چه قسم تغییرات میه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اذا جاء رمضان، وقتی که ماه مبارک رمضان بیه، فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت باز میشه. در حدیث دیگه میگه فتحت ابواب السما، دروازه های آسمان باز میشه برای پذیرش انسان های مؤمن، برای پذیرش عبادت های انسان های مؤمن. و غلقت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار، دروازه های دوزخ چی میشه؟ دروازه های دوزخ بسته میشه. فتحت ابواب الجنه و اغلقت ابواب النار. این پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دروازه های دوزخ بسته است. چی ماه مبارک و چی ماه با فرصت. حداقل فکرتان بگیرین، پارسال کسایی که ما بود، پارسال یا 5 سال پیش کسایی بود که امروز فرصت رمضان ندارن.
امروز نمیتونه روزی رمضان بگیره، از دنیا رفت، دیگه فرصت از پیشش رفته. اما ما و تو فرصت داریم. خواهر عزیز، برادر محترم، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار و سلسله الشیاطین و شیطان ها زنجیر بسته میشه تا که از بسیاری کارهای زشتی که اونا میکردن که ما و شما را منحرف میساختن از او دور باشه. فرصت هست برای چی؟ بر رحمت الله، فرصت هست برای عبادت الله. خب پیام دیگه دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام میده که من قام رمضان ایمانا و احتسابا. سیکرین کسی که رمضان با ایمان، خب عقیده توحیدی درست، و احتسابا چی معنی؟ که یعنی امیدوار از این باشه که الله اعمال من قبول بکنه، بسیار مخلصانه به درگاه الله عذر و عاجزی و گریه و نیاز میکنه، دعا میکنه که این قبول شوه. این کسی که صام رمضان، قام لیلة القدر، 3 کار بکنه. روزی ماه مبارک رمضان بگیره، شبهای رمضان قیام بکنه و لیلة القدر عرصه زیامنه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رسول الله صلی الله علیه و که گناهایش بخشیده میشه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی فرصت های زیاد ما بسیار گناهگار هستیم، بنده‌های عاجز الله هستیم، لکن فرصت از در رمضان که انسان این کارها را بکنه، صیام، قیام لیلة القدر، یعنی کلی سبب مغفرت است. دیگه پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ندا داده میشه برای شما ای مردم. از جانب کی؟ وقتی که رسول الله پیام میده، پیام رسول الله هست، جانب الله هست. یا باغی الخیر اقبل. برای هر گناهگار، برای هر طلب کننده خیر، اگر طلب کننده خیر هم هستی برات پیام هست، اگر گناهگار هستی و اشتباهاتت زیاد است فرصت توبه هست. یا باغی الخیر اقبل، ای کسی که تو در جستجوی خیر هستی، روی بیار در رمضان به طرف الله. و یا باغی الشر اقصر، ای کسی که تو در شر و در گناه و در چیزهای خراب مبتلا هستی، در شرک مبتلا هستی، در بدعت مبتلا هستی، در گناه مبتلا هستی، در غیبت مبتلا هستی، افکار غلط داری، از یا چی کو؟ ترکوره به طرف الله. دیگه چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه ولله عتقاء من النار. فکرتان باشه در ماه مبارک رمضان یک تعداد کسای هستن که قبل از رمضان به لیست دوزخی ها هستن. فلان دوزخی نامش در لیست دوزخی ها هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان یک تعداد مردمی که صادقانه و مخلصانه و با ایمان و با احتساب، با حلال و با تقوا روزه میگیرن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در وذلک فی کل لیله، در هر شب رمضان یک تعداد مردم هستن که در لیست کسایی داخل میشن که اینا از آتش دوزخ و یا از رفتن به دوزخ آزاد میشن. مثل که یک نفر مثلا در ریاست چل بندی باشه یا در پلچرخی بندی باشه، در زمان طاغوتا که ما بندی بودیم. اینا چی میگه؟ میگه اینمی انسانه که اگر برای شد فوال میگه که کل شما آزاد شدین، چقدر خوشحال میشی. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این زندان ها چیه؟ زندان دوزخ، خطرناکترین زندان است. هر شب رمضان به هزار نفر و میلیون ها نفر در لیست چی میشن که از این زندان خلاص میشن، از آتش دوزخ.
ولله عتقا من النار. کوشش بکنیم که ما هم در جمله از اینا باشیم. خواهر عزیز، برادر محترم، دیگه چی آمده در پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این فی الجنة بابا. فکرتان باشه جنت چند دروازه داره؟ یکی از دروازه های جنت چی نام داره؟ میگه این الریان، یقال له الریان، یدخل منه الصائمون. فکرتان باشه که این دروازه مخصوص روزه‌دارا هست. این فرصت رمضانه، این روزی رمضانه، این اجر رمضانه، این ثواب رمضانه. مشکو از دست ندین. و پنجمین پیامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میده، میگه که الله متعال درباره صوم یا روزی رمضان چی گفته است؟ میگه الله متعال میگه کل عمل ابن آدم له، هر عمل بنی آدم بر از او هست، بر خود هر عمل کرده، الا الصوم، مگر روزه، فانه لی. الله میگه این روزه از من هست. چرا از من هست؟ به خاطر اینکه که انسان در یک اتاق می باشه، بسیار تشنه هست، یخچال است، در یخچال آب است و نوشابه هست و خوراک است و هر چیز است، پر است. هیچ کس نیست بغیر از الله سبحانه و تعالی. چقدر عقیده قوی هست. و از تشنگی و گشنگی بسیار عدالت خراب قرار داره. لبایش خوش شده لکن همه امکانات هست، به خاطر الله او چی میکنه؟ ترک میکنه. کتی بسیاری کسا بغض، کتی یک مسلمان بغض عداوت داره، او رو ترک میکنه، میره کتشاش چی میکنه. در بسیاری گناه ها گرفتار است، در ماه رمضان او رو ترک میکنه. در سای عقیده را میخوانه، خود موحد جور میکنه، از شرکیات و بدعات از اینکه با خود خلاص میکنه. الله متعال میگه که فانه لی، اینمی روزه با اینمی شرایطی که باشه، این مخصوصی که است؟ مخصوص الله سبحانه و تعالی است. و انا اجزی به، الله میگه من پاداش از این میدم. چرا؟ میگه یدع الطعام و شراب و شهوته من اجلی. خوراک، نوشیدنی، شهوت ها کل زیر ترک میکنه. به خاطر کی؟ به خاطر زید الله. نان حلال ترک میکنه، حرام خود به درجه یک ترک میکنه. نوشابه حلال ترک میکنه، نوشابه حرام خود 100% ترک میکنه. شهوت های حلال ترک میکنه، شهوت های حرام خود 100%. موسیقی و ساز و رقص و چیزا را کلش اصول میکنه. الله متعال باز میگه که اینا اجرش مبرش میتم. اینا دوستای عزیز، ماه مبارک رمضان رسیدنی هست و این بود پیام های رسول الله صلی الله علیه و سلم که من خدمت شما خواندم. بگیم که سر از امروز تصمیم بگیریم که بخیر در ماه مبارک رمضان تقسیم اوقات منظم رسول الله صلی الله علیه و سلم 24 ساعت خود تطبیق بکنیم. 24 ساعت تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم. صبح چی ذکر میکرد، پیشین چی میگفت، دیگر چی میگفت، از کار صبح، از کار شام، روزه چه قسم میگرفت، نماز چه قسم میخوان، کلش باید به طریقی که باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.